دادگاه اولی تاجیکستان روز 25 دکامبر سال 2023 به محاکمه پرونده پرسر و صدای ربودن و قتل معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت اللهیف آغاز کرده است. وی مرافعه پشت درهای بسته در داخل بازداشتگاه یا سزای رقمی 1 میگذارد. مقامات دادگاه اولی تا حال خبر آغاز مرافعه این پرونده از همه پرسر و صدای 1 سال گذشته را رسما یگان شرح ندادند، ولی پیوندان یکی از متهمان به شرط ذکر نشدن نامش روز 2 ژانویه سال 2024 به رادیوی آزادی گفته است مرافعه اول 25 دکامبر سال 2023 دایر شد. محکمه روزهای 26 و 27 دکامبر نیز ادامه کرد. امروز 2 ژانویه مرافعه جریان دارد. بجز از وکیلان مدافع کسی دیگر اجازت اشتراک در مرافعه را ندارد، افزود او. قبلا آسیا پلوس با تکیه به منابع خود خبر داده بود که دادگاه اولی تاجیکستان به این پرونده مور مخفی زده است و محاکمه‌اش پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. سبب مور مخفی زدن این پرونده تا حال رسما یگان شرح داده نشده است. دادستانی کل تاجیکستان هنوز روز 8 نوامبر سال 2023 پرونده ربودن و قتل شورت اسمت اللهیف را برای بررسی به دادگاه اولی سپرده بود. دادستانی همان وقت گفته بود که در این جنایت 14 نفر از جمله دلشاد سید مرادوف عیبدار می شوند. دلشاد سید مرادوف معروف با لقب دلشاد اسبه که در گذشته کارمند مقامات حفظ حقوق تاجیکستان بود، از سوی تفتیشات سرکرده گروه آدم ربایان شمرده می شود. دلشاد اسبه را که بعد ربودن و کشته شدن شورت اسمت اللهیف ترک تاجیکستان کرده چندین ماه در روسیه در حال فرار قرار داشت، در اول ماه اکتبر از روسیه به تاجیکستان آوردند. بنا به فرضیه تفتیشات در ربودن و عذاب و شکنجه و قتل شورت اسمت اللهیف 5 نفر از آدم ربایان دلشاد سید مرادوف، اکبر احمدوف، رستم اشوروف، شاروخ خوجایف و بختاور سفروف اشتراک فعال داشتند. همین 5 نفر شام 23 ایون سال 2023 اسمت اللهیف را در نزد خانه‌اش در پایتخت در ماشین بار کرده به یک منزل از قبل اجاره گرفته در دهه شاداب جماعت چارباغ نوی ورزا بردند. اسمت اللهیف ساعت 3 صبح 24 ایون بعد 7 ساعت شکنجهش دیگر بین همه عذاب و عقوبت تاب نآورده جان داده است. آدم ربایان جسد او را همراه ماشین به دریای زرافشان پرتافته فرار کردند. جسد اسمت اللهیف را بعد 50 روز جستجو روز 30 آگوست بعد انجام تشخیص‌های دنک از جمله در یک تشخیصگاه مسکو در آرامگاه سر آسیای شهر دوشنبه به خاک سپاریدند.